پس بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. خیلی گفتیم این موضوع درباره شفاعت هست و امام طحاوی میگن و شفاعت التي ادخرها لهم حق كما روی فی الاخبار، یعنی شفاعت پیامبر حق است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخرت برای امتان خود طلب شفاعت میکنند و پروردگار اجابت میکند ان شاء الله، چون دربارش خیلی که میگن كما روی فی الاخبار، چه خیلی که در خبرها یعنی در حدیث ها آمده است. موضوع شفاعت کردن خواهران عزیز از مهمترین موضوع های عقیده است. در موضوع شفاعت زیادی مردم، حتی بعض مردم مسلمان، به شرک و به کفر دست دادند، به شرک و به کفر برعلا دست دادند. مثلا میدونید که نصرانی ها میگوید عیسی به خاطر ما خودش را در دنیا قربان کرد و به خاطر آن که عیسی در دنیا صلیب زده شد هر گناهی که مسیحی میکند داخل جنت میشود. یهودی های هم عیناً همین خیل میگویند ما بنده های خاص خدا هستیم و ما داخل جنت میشویم و قالو لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. در سوره بقره الله میگویند که به جنت غیر از یهود و نصرانی ها کسی داخل نمی شود، گویا که آنها الکی با شفاعت شافعین، با شفاعت عیسی و موسی جنت را خریدند. یهودها میگویند ما بنده های برگزیده الله هستیم که مایان جایمان جنت است و اگر سوزیم هم مقداری کمی در دوزخ میسوزیم. نصرانی ها کاملا میگویند ما چی هستیم، عیسی به خاطر ما خود را قربان کرد، ما چی میشویم، داخل جنت میشویم. یعنی ترسی از دوزخ ندارن، الکی برای آنها گویا کاملا جنت وعده شده است، که البته گمراهی هست، ضلالت است این نمود اعتقاد داشتن درباره شفاعت. مصیبت اینجا هست که خواهران عزیز بعضی از فرقه های هست در مسلمان ها که عموما شفاعت را انکار کرده است. مثلا خوارجی که مثلا با گناه کبیره انسان را تکفیر میکنن، دربارشان در درس‌های حدیث صحبت کرده بودیم که انشالله با صحبت میکنیم. و معتزلی ها میگن عموما شفاعت وجود ندارد، پیامبر یگان مسلمان گناهگار را از دوزخ به جنت نمیبرند. انسان گناهگار یعنی گناه کبیره دست زده ابدالآباد در دوزخ میسوزد. این دو طایفه هیچ قبول ندارند. انا یک گروه علل خصوص صوفیا هستند، در شیعه های هم این دیده میشود در گروهشان که اینها جنت رو از شیخشان طلب میکنن. یعنی پیش قبر رفته چی میگویند، مرا شفاعت کن در نزد پروردگار که من به جنت درایم، حتی از زنده ها روز قیامت مرا فراموش نکن. من به الله قسم خواهران عزیز همین را از یک خواهر درست قرآن خوان به نزدیکی شنیدم که با یک اهل علم میگوید مرا در وقت به جنت در آمدن فراموش نکن. نه، تو جنت را از کی؟ از انسان میطلبی؟ تو جنت رو از پروردگار نه از انسان طلب میکنی؟ این انسان برایت خدایت شد. و خیلی گفتم بعضی از صوفی ها هم هستن که میگن شیخ ما رو شفاعت میکند، اما مسئله شفاعت شرط و شروط خودش رو دارد. خودی خیلی که میدونید مشرکان مکه هم چی میگفتن، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، انا این بت‌ها که اینها هیکل یا روحی انسان‌های صالح ما هستند، اینها ما رو در نزد الله شفاعت میکنند. شرک آنها هم عیناً همین گونه بود، میگفتن زمین و آسمان را الله آفریده است، اما این بت‌ها چی است، در نزد الله ما رو شفاعت میکنند، در نزد الله به ما کمک، یعنی واسطه هستند بین ما و بین الله. پس هر مسلمانی که خواه عالمش باشد، خواه پیامبرش باشد، خواه فرشته باشد، یک نفر را مابین خودش و الله میگذارد که تو مرا به جنت میدراری، یا میگوید یعنی ببخشید الله را فراموش کرده، میگوید تو سبب جنتی من میشوی، الکی او را چی کرد؟ برای خود خدا ساخت. اینجا میگوید که مسئله دعا چی پس؟ مثلا به یک نفر میگه دعا کن من از اهل جنت باشم، یا به پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث اوکاشه هستن، پیامبر دعا کن من از جمله اون 70,000 طایفه باشم، یا صحابه هایی که مثلا ابو هریره مادرم رو دعا کن گفتگی هستن. دعا کردن از آدمی زنده این مشروع است، در شریعت اجازت است. توسل به یک آدم صالح که در حقم دعا کن، میگویی وقتی اون انسان رو صالح میبینی، خیلی که دعای پدر و مادر پیامبر اجابت است، میگویند آره در حدیث آدمی که حلال میخورد دعایش اجابت است، آدمی که تقوادار است دعایش اجابت است، آدمی مسافر دعایش اجابت است. این گونه حدیث ها، آدمی مظلوم دعایش اجابت است، آدمی بیمار دعایش اجابت است. یک انسان
شما میگید مرا دعا کن که او به پروردگار دعا میکند. او میگوید پروردگارا این انسان را از اهل جنت کن. این طلب شفاعت نیست، یا طلب شفاعت اگر همین خیلی گویم هم چیزی هست که چی است؟ یک توسلی جایز است که پیامبر این گونه چیز را اجازه دادگیان. چگونه که از اویس شما دعا پرسید میگویند او مستجاب الدعوه است. آدمی که حضرت عمر هم از او مرا دعا کن گفته بودن که پروردگار گناهم را بخشد. یعنی به یک نفر دعا کنید ما از اهل جنت باشیم گفتن چیزی دیگر است. به یک نفر تو مرا به جنت داخل کن انشاءالله مرا در روز قیامت فراموش نکن گفتن این چی است؟ اهلکه جنت را در دست این انسان دیدن است، یا امید بردن که فلان استادم مرا به جنت میبرد، به شفاعت فلانی من به جنت میبرم. اینجا الله کجا است؟ اینجا الله در قلب تو، در اعتقاد تو کجا است؟ اگر تو گفتی فلان استادم مرا به جنت میبرم. عیناً همین چیز در مسئله ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. بیچاره امام ابو حنیفه عمرشان را در طلب علم و در تدریس خرج کردن که امروز چند جهال چی میگوین؟ ابو حنیفه مدد کنن، تربیت کنن، شفاعت کنن. یعنی ابو حنیفه رو خدا ساختن سبحان الله، بود ساختن سبحان الله، از یک عالمی که موحد بود، از یک عالمی که همیشه الله گفت. حتی در کتابشان نوشتگی هستن که به حق فلانی گفته دعا کردن مکروه است. یعنی توحیدشان تو جایی هست که پروردگار به حق پیامبر گناه ما رو ببخش، به حرمت فلانی رو مکروه گفتگی هستن، خودشان هم شاگرداشان هم. پس اینجا خواهران عزیز چیزی که در مسئله شفاعت است، اصلا به کسی تو مرا شفاعت میکنی گفتن ممکن نیست. تو مرا شفاعت کن مرا به جنت بر. برای چی؟ برای اینکه شما جنت رو در دست او دیدید. دعا کن من از اهل جنت باشم گفتن با که ندارد، چون که شما از او طلب کرده ایستادید، از یک آدمی صالحی که شما باوری دارید از دستش دعا می آید. اما یک انسان مرده که از دستش دعا نمی آید و به دعای شما او محتاج است، مرا شفاعت کنید گفته ارواحی او را گفتید. عیناً همون مشرکان مکه چه خیلی که بت‌های خود را گرفته بودند. اما درباره شفاعتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت شفاعت میکنند، خیلی که الان هم در مصرع امام طحاوی خوندیم درباره حدیث ها زیاد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه برای مسلمان های کلا در گناه کبیره بوده شفاعت میکنند، چه خیلی برای دیگر 70,000 و مؤمنای زیاد شفاعت میکنند. یک حدیثش رو میخونیم. مسئله دیگر در مسئله شفاعت خواهران عزیز، از مسئله های مهمترین یا قاعده مهم این را بدانید که در ما در نزد اهل سنت و جماعت شفاعت این حق پروردگار است. یعنی به شفاعت اول شده پروردگار حاکم است و پروردگار به کسی که گفت او شفاعت میکند، به کسی که الله اجازت داد. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. همگی این رو در آیت الکرسی میخونیم. کیست آنی که میگوید الله شفاعت کند مگر به اذن پروردگار. یعنی مؤمن در اعتقادش داشته باشد که اگر الله حد نخواهند، نه پیامبر تو را شفاعت کرده میتواند، نه جبرائیل و نه میکائیل و نه شهدا و نه علما و نه فرزند حافظت و نه پدر مادر عالمند. یعنی هیچ کس تو را شفاعت کرده نمیتواند اگر الله نخواهد. برای همین اول چیکار میکنیم؟ در قلب ما این وجود داشته باشد که شافع این الله هست. ما من شفیع این الا من بعد اذنه. سبحان الله. الله میگوید یگان شفاعت کننده وجود ندارد مگر بعد از اذن الله. الله اذن میدهد که پیامبر شفاعت میکند و الله اذن میدهد که انشالله بعداً میخوانیم کودک به مادرش و پدرش شفاعت میکند، حافظ قرآن شفاعت میکند، شهید شفاعت میکند، اما با اذن پروردگار. اگر الله اذن ندهد کسی شفاعت کرده نمیتواند. برای همین وقت در دلتون یعنی اعتقادا فکر کردید که پیامبر مرا شفاعت میکنند، شما بدونید که مسئله به مسئله شرک کفر رفته استادید. شما چیکار کرده استادید؟ شفاعت را به پیامبر داده استادید. یعنی به گویا که شفاعت از آن پیامبر است. پیامبر کی خواهد شفاعت میکنن گفته استادید؟ نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم ان شاء الله شفاعت میکنن، حدیث ثابت است، اما به اذن الله. الله اگر اجازه دهد. برای همین پروردگارا نائل کن با شفاعت پیامبرت من به جنت درایم گفتن گناه ندارد. شما از الله طلب کرده ایستادید که از جمله کسانی که پیامبر شفاعت میکنند و در حدیث هست شما هم باشید، اما پیامبر مرا شفاعت کنند ان شاء الله که پیامبر ما رو به حال ما نمیمونند. این گونه در زنها شنیده می شود.
یعنی زنهایی که پروردگار همشون رو در راه مستقیم ثابت بدارد، یعنی از این بیخبرتر هستن، کم سین سال بالا زنها که میگن انشالله پیامبر به امتانشان خیلی مهربان هستند و پیامبر ما رو به خودمون نمیگذارن. الله که مسئله شرک است. پروردگار رو باید به جای پیامبر گذاره که پروردگار با رحمتش ما رو چی کند؟ به شفاعت پیامبر نائل کند. اما درباره شفاعت خواهران عزیز، شفاعت قاعده دیگرش این است که خیلی که گفتم، اولا بدانید که شفاعت فقط صاحب شفاعت الله هست. الله کسی را خواهد شفاعت میکند، دیگر به امیدی کسی به جز الله نباشه. مسئله دیگر این است که در مسئله شفاعت خواهران عزیز، شفاعت فقط خاص مسلمان ها هست. یگان کافر به شفاعت یگان پیامبر به جنت نمی درآید. آره، شفاعتی تخفیف یا سبک شدن عذاب کفار است. مثلا در حدیث ثابت آمده که انشالله میخوانیم که ابو طالب به خاطر این همه کمک که به پیامبر کرده بودند، کاش ابو طالب ایمان می آوردند و مایان دیگر خاطرمون جمع میشدم. و چی کنیم که اینجا تقدیر الله و حکمت الله بود است که ابو طالب ایمان نآوردند. دربارش حدیث صحیح هست. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن به خاطر کمک هایی که به من کرد فقط تا بجلک پایش در دوزخ میسوزد و بقیه بدنش نمیسوزد، اما اون سوختنی هم دیگر آدم مینه سرش میجوشد. میگن زیر پا اگر بسوزد، که یعنی کافر عذابش در جهنم کم شدن به خاطر شفاعت هست، اما کلا یک کافر با شفاعت به جنت آمدن، این در عقیده اهل سنت و جماعت نیست که دربارش در سوره ممتحنه هم آمده است که هرگز حضرت ابراهیم پدر خود را شفاعت کرده نمیتواند. اما درباره شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نمود شفاعت نه، یک چند نمود شفاعت دارند به امتان خود. یک چند نمود شفاعت دارند. یکی از شفاعت هایشان شفاعتی هست که مصیبت روز قیامت را برای تمام خلایق آسان میکنند. مصیبت روز قیامت را به تمام خلایق آسان میکنند، که حدیث در مسند امام احمد هم هست، در صحیح بخاری هم هست. لفظش را از کتاب طحاوی اگر خوانیم به فکرم باز خوبتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی گفتم در روز قیامت با دعایشان یا با شفاعتشان به تمام خلایق در روز قیامت سبکی می آورند. اینجا از ابو هریره حدیث رو ببینیم. از ابو هریره روایت است که ابو هریره میگویند باره به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم گوشت هدیه شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم پارچه از آن را خوردند. بعد از این به ما گفتند انا سید الناس یوم القیامه، من سید یعنی بهترین مردمان هستم در روز قیامت. یعنی بهترین مردمان، بهترین بشر، سید در بالای همه من هستم روز قیامت. و در دوامش گفتن و هل تدرون مما ذلک، آیا میدونید برای چی؟ یعنی برای چی من، یعنی از همه صاحب آبروی بالا من میشوم و سببش رو میدونید. در دوامش سوال رو دادند و یعنی اسلوب صحبت پیامبر همین بود، سوال میدادند و جواب میدادند. در دوامش گفتند روز قیامت تمام مردم جمع کرده می شود، از اول تا آخر، از حضرت آدم تا روز قیامت، هر کسی که هست همه جمع کرده می شوند فی سعیدین واحد، در یک جا، در یک بلندی، و کسی همه صدای یکدیگری رو می شنوند، همه در عذابند، آفتاب نزدیک است و مردم از غم و از اندوه چیکار کردن رو نمیدانند. در حدیث دیگر تا نرمی گوششان عرقهایشان رسیده است، از گرمی زیاد، از ترس، این طرف پلیسی راد، این طرف دوزخ، این طرف عذاب، ما چی میشویم؟ فرشته ها با آن، یعنی فرشته ها همشون با بال و با زیبایی در روز قیامت نمیان. محشر نامش محشر است، نامش قیامت است، یعنی دهشت است. و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت، درباره
آیت‌های قیامت وقتی می‌بینید خواهران عزیز، شما فقط یک تسونامی رو ببینید، یعنی زمین لرزه‌ای که در داخل بحرها می‌شود و بحر می‌ترکد و آب تمام شهرها رو می‌گیرد. از این هزارها مراتبه از این زمین لرزه‌های دنیا بدتر است آن روز. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اینقدر عذاب میکشن از غم و از علم و از آن همه دهشت روز قیامت که دیگر تحمل کرده نمیتوانند. و در چی آمده است که مقداره 50,000 سنه در آیت. چند سال است؟ 50,000 سال است مقدارش، یعنی خیلی مدتی طولانی در آنجا میمونند که در آخر صبرشان نمیموند. هنوز حکم نشدن، هنوز اهل جنت به جنت ندر آمده است، اهل دوزخ به دوزخ ندر آمده است. بعد از این به یکدیگریشان میگویند وای ما چی کار میکنیم، به پیش کی رویم، به کی بگوییم که به ما شفاعت کنند؟ سپس میگویند بیایید برویم به نزد آدم، به نزد آدم رویم، آدم شفاعت کند. یعنی آدم به الله بگوید و الله این مصیبت ما رو آسان کند که ما تا کی در اینجا انتظار میشویم، از غم و از کرب و از دهشت دیگر تمام شدیم، طاقت ما نموند. و معنای شفاعت یعنی طلب کردن خیر از یک نفر است، یک نفر به تو فایدهش رسیدن است. و میگن بیاید به نزد پدرمون آدم میرویم و به نزد آدم میآیند و میگویند ای آدم تو پدری بشر هستی، یعنی تو پدری ما هستی. گویا که به نزد پدرشان میروند، تو پدری این تمام انسان ها هستی، تو پدری ما هستی. یعنی پروردگار خودش با دستانش تو را خلق کرده است که دیگر بنده ها رو با دستانش خلق نکرده است مثل تو. و چگونه با دستانش خلق کرد این فقط خداوند خودش میداند. ما شاهد نموده، ما به این یقین داریم و ایمان داریم چگونه که در آیت آمده است و نفخ فیک من روحه، و پروردگار در تو از روح خود دمیده است و فرموده است که فرشته ها به تو سجده کنند. پس ای آدم تو اینقدر قدر بالا داری، تو پدر ما هستی و تو یگانه انسانی هست که الله با دستانش تو رو آفرید و به تو از روحش دمید و یگانه انسانی هستی که الله به فرشته هایش گفت که به تو سجده کنند. فشفع لنا الی ربک، پس به ما شفاعت کن در نزد پروردگارت. تو به ما شفاعت کن، یعنی به ما از الله بخوا به ما آسان کند. الا ترى ما نحن فی، مگر نمیبینیم ما در چه حال هستیم؟ الا ترى ما قد بلغنا، مگر نمیبینیم ما به چه روزی رسیدیم؟ یعنی آمده این گونه تمام مردم چیکار میکنن؟ به نزد آدم آمده شکایت میکنن و آدم میگوید این ربی، یعنی حدیث رو عربیش رو نخونم خواهرات تا که وقت زیاد نگیرد. حضرت آدم میگن امروز پروردگارم چنان غضبناک هست که اصلا این گونه هرگز غضبناک نشده بود. یعنی غضب پروردگار امروز آنچنان بالا هست این گونه غضبناک هرگز نشده بود. و شما میدانید که من از درختی که الله من کرده بود از آن خوردم. یعنی من یک گناه کردم که در نزد پروردگار رو ندارم بروم نزد شفاعت طلب کنم. من از غضبش میترسم، الان خیلی غضبناک است، باید من باز یک گناهی هم کردم، من چگونه نزد او روم؟ نفسی 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 نفسی، خودم وای خودم رو باید نجات دهم. میگوید اذهبوا الی غیری، روید به نزد دیگری، بروید به نزد نوح، یعنی آدم و توصیه میکنند. و می آیند مردم به نزد نوح در همان میدان محشر و میگویند ای نوح تو اولین پیامبر در روی زمین هستی. از روی همین حدیث میگویند اولین پیامبر در روی زمین نوح هست، یعنی پیامبری که از طرف پروردگار امر شده بود مردم رو به الله دعوت کنه. چون که حضرت آدم وقتی آمدن یگان انسانی نبود که حضرت آدم دعوت کنه، اما نوح اولین پیامبری بودن که به زمین آمدن به خاطر دعوت مردم. برای همین میگن ای نوح تو اولین پیامبری هستی که به زمین فرستاده شدی و الله تو را در قرآن عبدن شکورن گفته است، تو را پروردگار بنده شکور گفته است. بیا ما را شفاعت کن در نزد پروردگار. نمیبینیم ما در چه حالیم، به چه روز رسیدیم. نوح میگوید امروز پروردگارم خیلی غضبناک است، اصلا این گونه غضبناک نشده بود و شما میدونید که من در دنیا دعای کرده بودم و دعایم اجابت شده بود، من دیگر دعا ندارم. در دنیا حضرت نوح چی دعا کرده بودن؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
در زمین یگان کافر نماند. پروردگار گفته دعا کرده بودند که الله اجابت کرده بود، تمام کفار غرق شده بود، فقط مؤمنان نجات یافته بودند. و حضرت نوح میگن من دعا کرده بودم، دعایم اجابت شده بود، حاضر باشد نفسی نفسی نفسی، فقط نفسم و خودم و خودم. شما بروید به نزد دیگر کس، بروید به نزد ابراهیم. به نزد ابراهیم می آیند و به ابراهیم هم همین رو میگن. به ابراهیم میگن انت نبی الله و خلیله من اهل الارض، تو پیامبر الله و خلیل اللهی. خلیل دوستی نزدیک، آنی که الله تو رو به خود نزدیک کرده است در زمین. ببین ما در چه حال هستیم، ببین به کجا رسیدیم، برو ما رو شفاعت کن. ابراهیم هم میگن امروز پروردگار من خیلی غضبناک است و میدانید من 3 بار دروغ گفته بودم، چه خیلی به نزد پروردگار روم. 3 بار دروغ ابراهیم، سبحان الله. ابراهیم 3 بار دروغ گفتن. ببینید یک تاش وقتی که گفتن اینی سقیم، من ستاره پرست هستم تو که مردم رو به مردم نشان دهند چگونه ستاره پرست ها باطل است. قصه ابراهیم رو تقریبا همتون میدونه داره. وقتی که در راه میبرن میبینن مردم ستاره پرستی کرده استاده است، میگن من ستاره پرستم. وقتی روشنی میشود و ستاره ناپدید میشود میگن چگونه این پروردگار است؟ وقتی در روز ناپدید میشود، پروردگار باید شب و روز باشد، نباید روشنایی بیاید و پروردگار را نابود کند. میگویند و این گونه به ستاره پرست ها باطل بودن عقایدشان را اثبات میکنند. این یکم دروغشان. دویم آن هم دروغ نیست، یعنی اثبات کردن است با همین روش. دویمش وقتی که بت ها رو میشکنند و تبر رو آویزان میکنند به گردن بت کلان در عید نوروز، وقتی همه بت پرست ها به عید رفته بودن، وقتی آنها اومده میگن این بت ها رو که شکست، میگن همین کلانش شکست. وقتی آنها میگن چه خیلی میشکند این که نمیتونن، میگن پس چه خیلی اینها رو پرستش میکنید، چه خیلی پرستش میکنید این رو. این گونه. سیومش سارا رو میگن این خواهری من. چه خیلی میدونید نمرود بدبخت همین خیلی از پادشاه بود که هر زنی رو با شوهرش میدید شوهرش رو میکشت در همون لحظه، اما زنی رو با برادرش میدید برادرش رو نمیکشت. و خاطر اینکه یک نمرود نکشد سارا رو خواهرم میگوین، سارا را این خواهرم میگویند. اما باز هم وقتی نمرود به سارا نزدیکی کردنی می شود دیگر دستانش شل می شود و نزدیکی کردن نمی تواند، این یگون جین است گویان از پیشش می راند. همین 3 دروغشون را حضرت ابراهیم میگویند من 3 دروغ گفته بودم، من الان پیش پروردگار رفته نمی توانم، نفسی نفسی، خودم الان یعنی خودم را پروردگار نجاتم دهد، من حاضر خودم یعنی به حال خودمم میگویند. و میگن بروید به نزد موسی. پس به نزد موسی می آیند و به موسی میگویند انت رسول الله استفاک الله برسالته و بتکلیمه علی الناس. موسی تو پیامبر الله هستی، پروردگار تو رو با رساله‌اش، با کتاب توراتش و با صحبت کردنش بالای مردم برتری داد، ما رو شفاعت کن. ببین در چه حال هستیم. موسی هم عین همان رو میگن. موسی میگن امروز پروردگار خیلی غضبناک است و شما میدونید که من در دنیا 1 نفر رو کشته بودم در حالی که الله مرا امر نکرده بود. و کشتن موسی هم خواهران عزیز قصهش انشالله در درس‌های تفسیر می آید. وقتی موسی پگاهی روزی می بینند که یک آدمی فرعون با یک بنی اسرائیل از فرزندان اسرائیل از خویش و تبار موسی در جنگ است و آن آدمی فرعون می خواهد، طرفدار فرعون می خواهد این نفر را بزند، بالایش غالب برآید. موسی فقط 1 مشت میزنند، اینقدر قوی بودند که با 1 مشت زدن موسی آن انسان میمیرد. آن انسان میمیرد. بعد از این از شهر گریخته میروند پگاهیش. و همین رو میگن که همون انسان رو پروردگار امر نکرده بود و من اون رو کشته بودم، یعنی این گونه خطا داشتم که الله بعدا میگن من تو رو بخشیدم. همون انسان آدمی کافر بود، هم ظالم بود، لیکن باز هم موسی اینجا چی میگن؟ من همونجا خطای کرده بودم، الان نمیتوانم نزد پروردگار روم. باز میگن نفسی نفسی نفسی، خودم خودم خودم. بروید به نزد دیگری، بروید به نزد عیسی. می آیند نزد عیسی و میگن عیسی تو پیامبر اللهی و تو با یک کلمه الله در شکم مریم پیدا شدی و روح از طرف او هستی که با یک دمیدن روح از طرف جبرائیل حضرت مریم حامله شده بودند. تو الان تو در کودکی با مردم صحبت کرده بودی، یعنی برتری های عیسی را میگویند. اشفع
فشفع لنا الی ربک، در نزد پروردگار به ما شفاعت کن. نمیبینیم ما در چه حال هستیم؟ عیسی در اینجا میگویند پروردگار امروز خیلی غضبناک است، به نزد دیگری روید، اما یگان گناهشان را نمیگویند. یعنی من همین گناه را کردم نمیگویند. عیسی بیچاره که در عین جوانی صلیب زده کشتنی بودند و پروردگار به نزدش جیغ میزند، یگان گناهشان را نمیگویند. میگویند بروید به نزد محمد، بروید به نزد محمد صلی الله علیه و سلم. به نزد پیامبر می آیند و میگویند ای محمد انت رسول الله و خاتم الانبیاء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فاشفع لنا الی ربک. ای محمد تو رسول الله هستی و آخرین خاتم پیامبران هستی. پروردگار تمام گناههای پیشینه و آینده تو را بخشیده است، خیلی که در آیت آمدگی هست. تو به ما شفاعت کن، نمیبینی ما در چه حال هستیم؟ پیامبر میگن فاقوم، من از جایم میخیزم، فآتی تحت العرش، و به زیر عرش پروردگار می آیم، فاقعوا ساجدا لرب عز وجل، و سر به سجده میمونم، سر به سجده میمونم. ثم یفتح الله علی و یلهمنی من محامده، سپس پروردگار به من کشایش میدهد، یعنی و الهام میدهد از بهترین حمد و ثناها رو. یعنی پروردگار به قلب من الهام میدهد، من بهترین ثنا و حمدها رو به پروردگار میگویم. یعنی خواهران عزیز، یکی از سبب‌های اجابت دعا این است که شما در دعایتان زیاد حمد و ثنا گویید. پروردگار برای تمام نعمت‌هایت شکر، پروردگار برای نعمت اسلامت شکر، برای نعمت فرزندان صالحت شکر. پروردگار تو رو حمد و ثنا میگویم که تو پروردگار منی، تو رو حمد و ثنا میگویم که به من تن صحت داده. پروردگار تو رو حمد و ثنا میگویم برای تمام نعمت‌هایت، به من این را ده یا به من این کارم را آسان کن، بعداً دعا کنید. یعنی یکی از آداب دعا و این چونین اجابت شوی دعا این است که شما پیش از دعایتان زیاد به الله حمد و ثنا گویید، شکر گزاری کنید، پروردگار را ستایش کنید، با تمام بزرگی هایش نعمت های الله را یاد کنید، بعداً از الله طلب کنید. و پیامبر هم میگویند سپس قلب مرا میکشاید و من با این دعاها، یعنی به قلبم پروردگار این دعاها را الهام میکند که با بهترین حمد و ثنا من پروردگار را حمد و ثنا میگویم. بعد از این میگوید یا محمد ارفع رأسک، ای محمد سرت را بردار از سجده، سل تعطى در دیگر جا، بپرس ما به تو میدهیم. نگاه کنید در همین جا در سجده دعا کردن هم هست در همین حدیث که پیامبر راست ایستاده دعا نکردند و چیکار کردن؟ یک بار سر را به سجده مونده در سجده دعا کردن. بپرس به تو داده می شود، اشفع تو شفاعت، تو شفاعت کن، مردم به سبب تو شفاعت می شوند. پروردگار این رو میگوید و به پیامبر میگویند فاقول ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی. و من میگویم پروردگار امتم، یعنی امتم را نجات ده، امتم را نجات ده، امتم را نجات ده. و الله میگوید ادخل من امتی که من لا حساب علیه من باب الایمن من ابواب الجنه. ای محمد از امتانت عدد به حساب را از دروازه راست جنت داخل کن، از دروازه راست جنت داخل کن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند جنت چند دروازه دارد، از آن دروازه ها از دیگر امتان و از امتان من میگذرند. باز دری راست در جنت هست که فقط امتان من از آن میگذرند، آن هم حساب ندارن، یعنی اینقدر زیاد هستن که حساب ندارن. بعد از این میگویند بدانید که بین دروازه های جنت بین شام و بین مکه برین راه هست، بین سوریه و بین شهر مکه برین، یعنی خیلی دروازه های جنت وسیع هست. و از همین حدیث یعنی وقتی به نزد پیامبر مردم آمده، فقط مسلمان ها نبودن، آره مردم زیاد آمده، اول آدم و بعد از این نوح و بعد از این ابراهیم و بعد از این موسی و بعد از این عیسی و بعد از این به نزد پیامبر آمدن. پیامبر وقتی دعا میکنن پروردگار میگوید سرت را بردار و به جنت داخل کن. پس چی میشود؟
وقتی قضاوت شروع می شود در آنجا کفار هم انسان های کافر هم که انتظار بودن که وای قضای الله کی می آید، از این انتظاری، از این عذاب محشر و از این دهشت کی خلاص می شویم. بعد از دعای پیامبر حساب کتاب شروع می شود و پروردگار چی می گفت؟ امتانت را داخل کن من لا حساب، یعنی به حساب امتانت را داخل کن. این یکم نمود شفاعت پیامبر است که خواهران عزیز نامش را میگن شفاعت العظمى و مقام المحمود. بزرگترین شفاعت و مقام محمود است که وقتی در سوره اسراء الله میگه و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. در شبها نماز تهجد بخوان، نافله برای تو، پروردگارت تو را به مقام محمود میرساند. در تفسیر آیت اکثریت علما میگویند مقام محمود همان شفاعت پیامبر به تمام مخلوقات که آن عذاب محشر را آسانتر میکند برای همه. بعد از این اهل جنت را یا گفتیم اکثریت مسلمان ها داخل جنت میشوند. این را میگوید. این یکم نمود شفاعت پیامبر بود، یعنی یکم نمود اولین شفاعت پیامبر بود. بعد از این خواهران عزیز، یعنی در این شفاعت چی شد؟ عذاب محشر آسان شد، الکی حساب کتاب شروع شد و در آنجا همه در عذاب بودند، همه در انتظاری بودند و چی شد؟ اهل جنت دیگر به جنت داخل شدن را شروع کردند و اهل اعراف به اعراف و اهل دوزخ به دوزخ. بعد از این شفاعت دیگر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین حدیث چی گفتند؟ از دروازه راست جنت به حساب مسلمان ها داخل می شوند، یعنی به حساب را پیامبر داخل می کنند اما همشان را نه. عددی به حساب را داخل می کنند اما همشان را نه. در نمود دیگری شفاعت آمدگی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک گروه مردمی که به خاطر گناه‌های کبیره اشون، یعنی مسلمان بودن، به الله و به پیامبر ایمان داشتن اما در دنیا گناه‌های کبیره زیاد کردن، مثل زنا کردن و مثلا عرق نوشیدن یا مثل بینمازی که از گناه کبیره است، یعنی یا مثل دروغ گفتن، غیبت کردن. عموما مردمی که به گناه کبیره دوچار بودند و به خاطر گناه کبیره شون داخل دوزخ شدند، پیامبر با شفاعتشان آنها را از دوزخ میبرند که آنها سیب سیاه از دوزخ میبرایند. حدیث در مسند امام احمد هم بود، آنها در بخاری هم هست، سیب سیاه آنها از دوزخ میبرایند، بعداً در نهر یا در دریای از جنت داخل میشوند و سفید میشوند، اهل جنت میشوند. به خاطر گناه‌های کبیره که کردن در دوزخ مدت میسوزند و پیامبر آنها را شفاعت میکنند که در حدیث هم آمده است که پیامبر میگویند شفاعتی لاهل الکبائر من امتی، شفاعت من هست به اهل کبائر. یعنی در نزد اهل سنت و جماعت خواهران عزیز، یکی به عملهای خود نباید مغرور شوی که الحمدلله من نماز میخونم، من روزه میگیرم، من قرآن میخونم. شاید یک اهل کبائر که با حکمت پروردگار و علم پروردگار ارزنده جنت است، با شفاعت پیامبر داخل جنت میشود، عملهای تو را نجات نمیدهد. یعنی اینجا این که پیامبر گفتن با شفاعت من اهل کبائر امتم هم به داخل جنت می شوند، پس نباید اهل کبائر را خالدن مخلد تمام عمر در دوزخ می سوزی نگویم، برای اون که حتی پیامبر به ما چی گفتن؟ خبر دادن که اهل کبائر امتم، لیکن کفار نه، امتم با شفاعت من داخل جنت می شوند. و این چنین در حدیث دیگر آمده است خواهران عزیز که 70,000 شخص به جنت به یگان حساب کتاب داخل می شوند. از جمله از صفتهایشان این است که آنها نزد کسی رفته به من رقیه خوان نمیگویند، به خاطر بلاها نآمدن به خود هر نمود فال نمی کنند یا گفتیم اسپند نمی کنند و بدنهای خود را نمی سوزانند و این چنین به پروردگار خود توکل می کنند. و حضرت اوکاشه میگویند دعا کنید پیامبر من از اهل آنها باشم، و پیامبر میگویند تو از اهل آنها باشی، تو از اهل آنها هستی. و درباره باز شفاعت پیامبر خواهران عزیز،
درجه بعضی ها با شفاعت پیامبر در جنت بالا می شود. یعنی بعضی ها اهل جنت هستند، اما به خاطر اینکه در دنیا عملهای صالحشان زیاد بود، پیامبر به پروردگار دعا میکنند و یا پیامبر گفتیم آنها رو شفاعت میکنند در نزد پروردگار و آنها درجه اشان از دیگرها بالا می شود. برای اینکه پیامبر به بعضی از صحابه ها دعا میکردند که پروردگارا این نفر رو در جنت بالای بنده ها گردان، یعنی درجه این رو بالا گردان. گفته این گونه طلب شفاعت میکردن، یعنی این گونه به پروردگار دعا میکردن. و درباره شفاعت پیامبر یعنی چند نمودش هست، حاضر گفتیم چند نمود دیگرش هم هست. و این چونین درباره اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه هایی که بعد از مرگ من به مصیبت ها در مدینه صبر میکند و میمیرد، شفاعت من برای آنها حلال است گفتگی هستند. این نمود شفاعت پیامبر هم هست. و یا اینکه مثلا به اهل بد رفته دعا میکردن، یا اینکه 2 نفر رو در قبر میبینند، و یعنی ببخشید به قبر اشاره میکنند و میگویند این 2 نفر الان عذاب میکشد، یکی به خاطر خبر کشیش، دیگری به خاطر اینکه خود رو از پیشاب و از نجاست پاک نمیکرد، چه بدنش باشد چه لباسش باشد، یعنی عموما از نجاست پاک نمیکرد. بعد از این نوده رو یا گفتیم شاخه از نهال رو میشکنند و بالای آنها میمونند و میگویند پروردگارا به سبب این کمی عذاب برای آنها آسان شود، کمی عذاب برای آنها آسان شود، که این شفاعتشون بود برای آن 2 نفری که در قبر است. یعنی همین گونه خواهران عزیز حدیث ها زیاد هستند که پیامبر خیلی گفتیم با رضایت الله با اذن پروردگار می توانند به امتان خود شفاعت کنند. و باز اینجا شفاعتی فرزند به پدر و مادر، شفاعتی کودک به بلاغت نرسیده مرده به پدر و مادر، شفاعتی شهید به شهید به خویش و تبارش، و این چونین شفاعتی ثواب قرآن های خواندگیت، نماز خواندگیت هست که الله نصیب کرده باشد موضوع که وسیع‌تر است. درس دیگر ان شاء الله هفته دیگر به آخر میرسانیم. اینجا سوالتون باشد الان بفرمایید.